نحوه تغییر رمز از طریق صفحه کلید در رمزهای مانیتوردار مدل 440 خدمتتون میخوام آموزش بدم. همونطور که میبینید روی دکمه 5 یک علامت تیک و روی دکمه 2 علامت فلش بالا و روی دکمه 8 علامت فلش پایین رو میبینید. یعنی این رمز دیجیتال مجهز به منو امکانات هست که یکی از امکانات منو تغییر رمز از طریق صفحه کلید بدون نیاز به دسترسی به موتور قفل رمزدار هست. به این صورت که دکمه 5 رو نه اینکه یک بار فشار بدیم، دستمون رو 1 ثانیه روش نگه می‌داریم و می‌نویسه کد. بعد کد پیشفرض دستگاه رو وارد می‌کنیم که 1 2 3 هست و وارد منو میشیم. اینتر رو میزنیم، وارد منو میشیم. اولین چیزی که مینویسه یک خط تیره چنج هست، یعنی تغییر رمز. بعد علامت تیک 1 بار فشار میدیم که تایید میشه. حالا رمز جدید رو از ما میخواد که میتونیم تا 20 رقم بهش رمز بدیم که من برای مثال 1 2 3 4 رو میزنم. اینتر میگه again، یعنی دوباره وارد کن. 1 2 3 4 اینتر مینویسه گود، یعنی رمز عوض شد. حالا اگر من رمز رو بزنم دیگه 1 2 3 نیست، 1 2 3 4 خواهد بود. اینتر رو که میزنی مینویسه اوپن و باز میشه.